فرمودن وقتی که دیگه کارد به گلوت رسید، یعنی کارد به استخونت رسید، وقتی که چنین حالت اضطراری بر تو پیش آمد، بگو یا صاحب الزمان ادرکنی ولا تهلکنی. کارد به استخوانت رسید، امام زمان رو صدا بزن، فاستغث بهی، استغاثه کن. استغاثه یعنی چی؟ یعنی طلب پناه. آقا پناه بهم بدید، یعنی آقا دستمو بگیرید، به فریادم برسید. فهو یغیث. در فاء تفریع چند معنا نهفته است. یکیش بلا فاصله است، یعنی تو پناه ببر، بلا فاصله به تو پناه میده، به فریاد تو میرسد. میگه گفتم چه باید بگم؟ فرمودن پیغمبر اکرم که ابوالوفای شیرازی این گونه بگو: یا مولا یا صاحب الزمان انا استغیث بک. میری سر کارت، سر درست، خرید میکنی، میری میای تو خونه، ورد زبانت باشه یا مولا یا صاحب الزمان انا استغیث بک، من به شما پناه میبرم، من از شما کمک میخوام آقا. بعدم بهشون بگو یا ابن الحسن. اینو پیغمبر فرمودن فهو یغیثک. پس بلا فاصله امام زمان به فریاد میرسه، به فریادم